به به، مزه طلا میده. این پلاو ازبکستانیه یا به قول خارجی‌ها بیف پیلاف. بریم سراغش. برای تهیه پلاو ازبکستانی 150 گرم دنبه نگینی شده رو روی شعله ملایم آب میکنیم. اونقدر ادامه میدیم تا تکه های دنبه خشک بشن. بعد درشون میاریم و 1/3 لیوان روغن مایع اضافه میکنیم. نصف پیازهای خلال شده رو توی قابلمه میریزیم و تفتشون میدیم. وقتی که پیازهامون طلایی شدن 500 گرم گوشت گوسفندی تکه شده اضافه میکنیم و اونقدر تفت میدیم تا رنگ گوشت برگرده. بعد 2 قاشق چایخوری زیره به علاوه 1 قاشق چایخوری دونه فلفل سیاه خرد شده و 2 قاشق چایخوری تخم گشنیز میریزیم و مواد رو مخلوط میکنیم تا عطر ادویه هامون پخش بشه. در قابلمه رو میبندیم و با شعله زیاد اجازه میدیم 15 دقیقه گوشت و پیاز و ادویه هامون سرخ بشن. حالا باقی پیازها رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعد هویج هامون رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. 2 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم و هم میزنیم. شعله رو ملایم میکنیم و 5 دقیقه در قابلمه رو میبندیم تا هویج‌ها و پیازهامون یکم نرم بشن و مواد داخل قابلمه با هم طعم و عطر و بوشون رو رد و بدل کنن. 1 بوته سیر رو از وسط نصف میکنیم و وسط قابلمه جاش میدیم. بعد حدود 1 لیتر آب اضافه میکنیم تا جایی که سطح مواد رو آب بگیره. 100 گرم کشمش پلویی اضافه میکنیم. حدود 200 گرم نخود پخته هم اضافه میکنیم. بدون اینکه در قابلمه رو ببندیم 30 دقیقه با همون شعله ملایم اجازه میدیم که مواد خوب بپزن و آب اضافه تبخیر بشه. اگر از طعم سیر زیاد خوشتون میاد که بذارید سیر سر جاش بمونه. اگر مثل من طرفدار سیر زیاد نیستید تو این مرحله سیر رو بیرون بکشید. حالا 500 گرم برنج خیس خوردمون رو اضافه میکنیم و خوب پهنش میکنیم. بعد با استفاده از 1 کفگیر سوراخدار آب اضافه میکنیم تا وقتی که مثل فیلم یکم روی برنجمون رو آب بگیره. 1 قاشق غذاخوری نمک میریزیم و صبر میکنیم تا آب به جوش برسه. حالا چند تا سوراخ به برنجمون میزنیم و 5 الی 10 دقیقه صبر میکنیم تا آبی که توی سوراخ‌ها دیده میشد ناپدید شه. 1 الی 2 قاشق زعفرون دم شده اضافه میکنیم و هم میزنیم و برنجمون رو مثل فیلم تپه میکنیم. دمکن رو روی قابلمه میذاریم و شعله رو کم میکنیم. بعد از 30 الی 40 دقیقه پلاو ازبکستانی ما آماده است. نوش جان. ببینید چی شد. گوشتو ببین. خب این پلاو ازبکستانیه یا به قول خارجی‌ها بیف پیلاف. خب چیکن هم درست میشه که ما با گوشت درست کردیم. بریم سراغش. طعم کشمش، نخود، هویج و اون همه پیاز واقعا توش مشخصه و خیلی جذابه. بذار من گوشتش هم بخورم. گوشتش رو جدا بخورم. از گوشتش خوردی؟ گوشتش اینقدر نرم شده. تو گوشت بره باید استفاده کنیم. اگر خواستین گوساله استفاده کنید به این نرمی نمیشه، ولی خب دیگه سخن کوتاه میکنم. خود ازبکستانی اینو تو سایز خیلی بزرگ درست میکنن. مثلا یه دیگ که نیست، یه کاسه‌های گودی هستن، دیگای گود مواد دو خیلی مثلا در حد اینکه یه بره میریزن توش، مثلا 3 تا گونی برنج میریزن توش، تو اون ابعاد درست میکنن. خیلی گوشتش نرمه. آره خیلی جالب شده. فکر نمی‌کردم اون ترکیب کشمش و نخود و هویج و پیازه خیلی جالبه. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.